امروز می‌خوایم به موضوع عمیق و فلسفی بپردازیم که شاید هر کدام از ما در طول زندگیمان به آن فکر کردیم. برای چی به دنیا آمدیم و چرا زندگی اینقدر کوتاه است؟ این سوالات ممکن است در اولین نگاه ساده به نظر برسند، اما جوابی که به آنها داده می‌شود می‌تواند تأثیر زیادی بر نحوه زندگی ما داشته باشد. فرض کنید در یک روز معمولی به محض بیدار شدن از خواب به این فکر می‌کنید که چرا اصلا به دنیا آمدیم. شاید این سوال برای شما مهم باشد، یا شاید اصلا هرگز به آن فکر نکردید. آیا شما برای دستیابی به هدف خاصی به دنیا آمدید، یا اینکه شاید فقط در حال گذراندن زمان هستید؟ فلسفه‌های مختلفی وجود دارد که به این سوالات پاسخ می‌دهند. برخی معتقدند که زندگی به ما فرصتی برای رشد و یادگیری می‌دهد، در حالی که دیگران بر این باورند که هدف از زندگی چیزی فراتر از این است و باید به دنبال معنا و هدفی بزرگتر باشیم. حال بیایید به موضوع کوتاه زندگی بپردازیم. چرا به نظر می‌رسد که زمان به سرعت می‌گذرد؟ آیا تا به حال متوجه شده‌اید که روزها و هفته‌ها به سرعت از جلوی چشمانتان می‌گذرند؟ چرا به نظر می رسد که عمر ما کوتاه است؟ در دنیای مدرن که با سرعت بالا و فشار زیاد همراه است، ممکن است احساس کنیم که زمان به سرعت می‌گذرد. تحقیقات نشان می‌دهد که این احساس می‌تواند به دلیل مشغولیت‌های زیاد و عدم توجه کامل به لحظات حال باشد. اما از دیدگاه فلسفی شاید زمان تنها یک مفهوم نسبی باشد. شاید مهمتر از خود زمان نحوه نگرش و توجه ما به آن باشد. فیلسوفان بزرگ مانند مارتین هایدگر و جان سرل به ما یادآوری می‌کنند که زمان می‌تواند با توجه به نحوه زندگی و زمان فعالیت‌های ما تغییر می‌کند. به جای نگرانی از اینکه عمر کوتاه است، می‌توانیم بر کیفیت زندگی و تجربه‌های معنادار تمرکز کنیم. این نگاه می‌تواند به ما کمک کند تا در هر لحظه به طور کامل و با توجه به جزئیات زندگی کنیم. حال سوال این است که چگونه میتوان از زمان محدود زندگی بهره برد؟ یکی از راه‌های مؤثر این است که اهداف خود را مشخص کنیم و برای دستیابی به آن تلاش کنیم. در این مسیر زندگی خود را با لحظات خوش و فعالیت‌هایی به ما انرژی مثبت می‌دهند پر کنیم. ارتباط با عزیزان، دنبال کردن علایق و انجام کارهایی که به ما احساس رضایت و شادابی می‌دهند می‌تواند به ما کمک کند تا از زمان خود به بهترین شکل استفاده کنیم. در پایان به یاد داشته باشید که زندگی ممکن است به نظر کوتاه بیاید، اما با توجه به انتخاب‌های درست و تمرکز به تجربیات معنادار می‌توانیم آن را به شکلی شاد و پرمعنا بسازیم. هر لحظه از زندگی فرصتی برای رشد و یادگیری هست و ما می‌توانیم با توجه به بیشتر و هر یک از این لحظات زندگی پررنگتر و معناتر بسازیم. البته از این ویدیو لذت بردید و احساس کردید که به شما کمک کرده، لطفاً نظرات و تجربیات خود را کامنت کنید. همچنین برای دریافت ویدیوهای بیشتر و بهره برداری از محتوای جدید حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. امیدواریم که شما بتوانید با استفاده از این نکات زندگی شاد و پرمعنا را بسازید. متشکریم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.